دوستان گلم، یک سری درخواست بود در مورد اینکه نظرمو در مورد این سشوارهای دایسون، حالا موفه کن موصاف کنش بدم که امروز میخوام در مورد این مسئله باهاتون صحبت کنم. دوستان ویدیو رو شروع کنم. دوستان گلم، اگر تا به حال سابسکرایب نکردین لطفا برای سارا سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرین. لایک یادتون نره و اینکه این هم اینستاگرام سارا هست. نکته مهم در مورد محصولات دایسون این هست که وقتی شما از حرارت بالا در این محصول استفاده میکنید، در هر حال شما باید از ضد حرارت ها استفاده کنید. ضد حرارتی که من خودم استفاده میکنم از برند لورال هستش و ضد حرارت GHT، چون من قبلا محصولات GHT رو هم موصاف کنش رو و هم برس موصاف کنش رو استفاده میکردم و برای موفر کردن از برند بابلیس استفاده میکردم. اما در مورد محصولات دایسون براتون میخوام بگم خب خیلی عالی هست. تقریبا افراد رو فارغ میکنه از رفتن به آرایشگاه، چون خیلی موها رو استایل میکنه تو هر مدلی که بخواید و هر شکل و شمایلی که دوست دارین استفاده کنین. این دستگاه در اصل یک موتور اصلی در اصل الکتریکی داره. سشوارهای قدیمی مکانیکی بودن، اینها الکتریکی هستن. یه خورده مکانیسمشون با هم دیگه فرق میکنه دوستان. و اینی که من دارم 3 تا دستگاه فر داره. ببینید 2 تا درشت و 2 تا باریک. 2 تا باریکش رو زیاد اهل استفاده ازش نیستم. خود سشوار هست، مکانیسم استفادهش خیلی ساده و راحت هست. برس هاشو دارین میبینین 2 مدل برس داره. میتونین حتی وقتی که موهاتون خیس هست موها رو شونه کنین و در عین حال موهاتون رو خوش میکنه. ولی من بهتون میگم که اگر موهای خیس دارین این استفاده میکنین، موهای خیس شما کمک کرده که ریشه موهای شما یه خورده ضعیفتر بشه و شما باعث میشه که موی بیشتری رو از دست بدید. خیلی ها تو تبلیغات میگن که با موی خیس میتونید از اینها استفاده کنید، ولی حواستون به این نکته باشه که این کار زیاد روش خوبی نمیتونه باشه. در کنارش یک برس فر داره که به نظر من کاملا بیفایده است. میدونید چرا؟ چون بعد از اینکه فر میکنید دوباره باید با بیگودی اینجا رو فیکس کنید. اصلا واسه چی هست اینجا؟ اینو واقعا نمیدونم. دوستانی که از دایسون استفاده میکنن لطفا در این مورد نظراتشون رو بگن. اما چیز خیلی مهمی که هست این قسمتش، ببینید یه حالت نیم دایره داره برای تمیز کردن این قسمت، چون اگه پرز زیادی بگیره ممکنه که حتی موتور خود سشوار بسوزه و باید به شکل مداوم از این استفاده بشه. ببینید به این شکل تقریبا هفته یا 2 هفته یک بار حتما باید از این استفاده کنین و تمیزش کنین. و اما در نهایت قیمت این وسیله یا این سشوار و تمام اکسسوری هاش دوستان، آیا ارزش این قیمت بالا رو داره؟ نه، به نظر من نه. ولی خب اگر افرادی هستین که توانایی مالی دارین و میخرین و استفاده میکنین، خب خیلی هم عالی هست. به خصوص عزیزانی که موهای کم پشتی دارن و اصلا نیازی به این همه وسیله نیست. مثلا مدل موهای من اصلا نیازی به همچین وسیله نیست دوستان. فقط یک سشوار ساده هم میتونه همون کارو بکنه. اگر نگران این هستین که حالا مثلا سشوارها موها رو بیشتر خشک میکنه و موها رو 2 شاخه میکنه یا هم مسئله موخوره هست، این هم دوستان موها رو موخوره میاره. هر کم بهتون گفت که نه موخوره نمیاره، شما باور نکنید، نه این هم موخوره میاره. ولی خب یک سیستم جدید هست همونطور که بهتون گفتم و خیلی خوب هست. ولی اگر گفتم جزو کسانی هستین که موهای کم پشت اصلا سراغش نه، اصلا ارزش خریدش رو نداره. ولی در شکل کلی خب یک محصول لوکس هست، خیلی عالی هست و تقریبا با این که قیمت خیلی بالایی داره و اینقدر هم ضروری نیست، ولی همیشه افرادی هستن در حال خریدن
این محصول هستن و همیشه بازارش رونق داره و هر روز هم وسیله‌های بیشتری، اکسسوری‌های بیشتری بهش اضافه میشه و با مکانیزم‌های بهتر. مثلا یک چیز خیلی لوکس مثل تلفن آیفون ضروری هست و خیلی کارها افراد باهاش میکنن، حتی بعضیا زندگی و بیزینسشون رو به قول معروف کاسبشون با این است، ولی این نه، این فقط یه موخوش کن موفر کن هستش و اینا. و شاید بتونیم بگیم که خیلی از هزینه های بالای سالن های زیبایی رو این کم کرده. یه هزینه در اول پرداخت میکنین و بعد خودتون کارهای زیبایی موهاتون رو انجام میدین. این نظر من هست دوستان به شکل کلی. و اینکه موهای شما رو ایمن نگه میداره، نه اصلا اینطور نیست. ولی شما دوستانی که از این برند استفاده میکنن و نظرشون رو بگن، آیا اونها هم اینجوری فکر میکنن یا نه فکر میکنن که خیلی محصول بهتری هست. میتونیم تبادل اطلاعات داشته باشیم و ببینیم که آیا واقعا در نهایت 100% هست، 50% هست یا 0% هست. خوشحال میشم که نظر خودتون رو در این مورد به من هم بگین دوستان. باز هم حتی اگه موضوعی بود که هیچ ارتباطی با ویدیوی امروز نداشت، باز هم سوالاتتون کلا زیر این ویدیو برای سارا بنویسین، من به همه اونها با میل و جون جواب میدم. و سوالی داشتین زیر همین ویدیو مطرح کنین دوستان. اگر هم سوالی نداشتین، هر چی که دلتون خواست زیر ویدیو بنویسین، ولی لطفا برای سارا حتما بنویسین. من خوشحال میشم و تک تک اونها رو میخونم، حتی اگر یک اسمایلی باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.